سلام، وقت شما بخیر. ساعت تقریبا 11 و 40 بجه 40 دقیقه شب است و تاریخ هم 15 اسد است. در ولسوالی زیبای سنچارک هستیم و حدودا چند لحظه پیش رسیدیم. میبینین قورداغ سنچارک دور از دلتان و فردا انشالله بدون کدام واقعی الهی در انگشت شاه خواهیم بود و با شما در آنجا دیدار خواهیم کرد. و این رستوران هم از قورداغ پزی حاجی شوالی ها؟ چند سال میشه فعالیت داره؟ 30 سال میشه فعالیت داره. 30 سال؟ شما با چی شناسیم؟ نامتان؟ احمد شریف. پیاز چی وقت میندازی؟ پیاز ما دیگه تقریبا گوشت 1 کیلو پیاز سرخ داره. یا که بخاطر پیاز میکنیم. قورداغ 40 دقیقه وقت در بر میگیره نه؟ قورداغ 40 دقیقه 50 دقیقه نهایت دیگه تیار میشه. در 50 دقیقه تیار میشه. بخیر. دور از دلتان وطندارای عزیز، ما فردا بخیر انشالله در دره زیبای انگشت شاه هستیم و بعد از اینکه بخیر قورداغ نوش جان کردیم. این از ماست نه؟ برای ما انداختین نه؟ بله. تشکر. یک چند دقیقه بعد بخیر انشالله آماده میشه. باز بخیر دیگر نوش جان میکنیم طرف دره انگشت شاه بخیر حرکت میکنیم. برو بخیر. دیگه پیاز نمیندازی وقت کافی است. این اول باز سرش پس فوت میکنیم. چند دقیقه سرپوش میگیریم تا اینکه پیازا خوب نرم شاه. گوشت چی است؟ گوشت بره. بره؟ برای نازک دیگه. برای نازک است دیگه. یگان تا برای که است باز زو قورداغ از اون برای که مثلا عمرش پخته شده باشه نه؟ اونا باز قورداغ نمیشه دیگه سخت میمونه چون واقعا بریان میشه. بعد دیگه برای نرخه یا بزغاله میگه. بله. این وال سر شبانه میگه. ای بیش.